سلام، من روایتگر هستم. سال 1922 در دل بیرحم‌ترین بیابان‌های مصر، گروهی از باستانشناسان در حال حفاری بودند. خورشید می‌درخشید و باد شنها را مثل تیغ بر صورتشان می‌کوبید. اما آنها نمی‌دانستند که زیر همان شنها چیزی دفن شده که شاید هیچ انسانی نباید آن را بیدار می‌کرد. وقتی هاوارد کارتر کلنگ را بر خاک زد و در مقبره توتنخامون را گشود، تاریخ نفسش را در سینه حبس کرد. همه چیز از آن روز شروع شد. روزی که نفرین فرعون پس از 3000 سال سکوت بیدار شد. در سال 1922 هاوارد کارتر باستانشناس انگلیسی پس از سالها جستجو در دره پادشاهان به چیزی برخورد که زندگی خودش و بسیاری را برای همیشه تغییر داد. یک پله بعد دومی و ناگهان راهرویی که به در مهرموم شده ای منتهی می شد. روی آن نوشته بود: مرگ با بالهای تیز بر آنکه آرامش فرعون را برهم زند فرود خواهد آمد. با وجود هشدار، کارتر دستور باز کردن در را داد. در پشت آن مقبره‌ای تقریباً دست نخورده از یک پادشاه جوان قرار داشت. پادشاهی که در 9 سالگی به تخت نشست و در 18 سالگی مرد. توتنخامون. وقتی نور شمع‌ها به دیوارها افتاد، طلا و جواهرات زیادی عیان شد و باستانشناسان در برابر گنجینه‌ای ایستاده بودند که بیش از 3000 سال در تاریکی مانده بود. چند هفته بعد از باز شدن مقبره اولین حادثه رخ داد. لرد کارنارون حامی مالی پروژه به طرز عجیبی درگذشت. میگویند او را پشه‌ای نیش زد، زخم عفونی شد و در اثر تب شدید جان داد. در همان لحظه برق شهر قاهره قطع شد و سگ مورد علاقه‌اش هزاران کیلومتر دورتر در لندن زوزه کشید و مرد. روزنامه‌ها تیتر زدند: نفرین فرعون قربانی گرفت. اما این تازه شروع بود. در ماه‌ها و سال‌های بعد بیش از 20 نفر از کسانی که در باز کردن یا بررسی مقبره حضور داشتند، بر اثر حوادث عجیب، تصادفات مرموز یا بیماری‌های ناشناخته جان باختند. یکی از اعضای تیم در خواب دچار سکته شد، دیگری در تصادفی غیرقابل توضیح کشته شد و یکی از دانشمندان وقتی به خانه بازگشت با فریاد گفت: او هنوز زنده است، و در لحظه جان داد. با گذشت زمان دانشمندان تلاش کردند پاسخی علمی برای این حوادث پیدا کنند. برخی گفتند ممکن است در داخل مقبره قارچ‌های باکتری‌های باستانی وجود داشته که پس از باز شدن در فعال شده و باعث بیماری شدند. نظریه منطقی به نظر می‌رسید. اما مشکل اینجاست که کارتر خود کاشف مقبره تا 17 سال بعد زنده ماند و در آرامش درگذشت. اگر قرار بود باکتری‌ها قاتل باشند، چرا او نه؟ عده‌ای دیگر باور دارند که این مرگ‌ها تصادفی نبودند. شاید نفرین نه در قالب جادو، بلکه در قالب ترس و تلقین ذهنی عمل کرده است. انسان وقتی از چیزی وحشت دارد، بدن خودش را از درون نابود می‌کند. در مصر باستان مرگ پایان نبود. آغاز سفر به جهانی دیگر بود. فرعون‌ها باور داشتند روحشان تنها زمانی در آرامش می‌ماند که بدن و آرامگاهشان دست نخورده باقی بماند. برای همین درون تابوت‌ها طلسم‌هایی نوشتند تا هر بیگانه‌ای که آرامش آنها را برهم زند مجازات شود. یکی از نوشته‌ها روی مقبره توتنخامون هشدار می‌داد: مرگ با بالهای تیز بر آنکه خواب جاودان را آشفته کند نازل خواهد شد. آیا این فقط نوشته‌ای نمادین بود؟ یا مصری‌ها واقعاً چیزی می‌دانستند که ما هنوز نمی‌دانیم؟ حتی دهه‌ها بعد وقتی موزه‌ها بخشی از گنجینه توتنخامون را برای نمایش به کشورهای دیگر فرستادند، گزارش‌های عجیبی منتشر شد. کارکنان موزه از حس حضور چیزی نامرئی در شب‌ها گفتند. برخی ادعا کردند صدای پایی از داخل صندوق‌های مهرموم شده می‌آید و حتی چند مورد سقوط یا تصادف هنگام جابجایی آثار گزارش شد. در سالهای اخیر محققان مصری اعلام کردند که نفرین واقعیت ندارد. اما با وجود همه توضیحات علمی، سایه آن هنوز بر ذهن مردم سنگینی می‌کند. شاید نفرین فرعون فقط زائده ذهن ما باشد. شاید هم واقعاً نیروی ناشناخته در آن مقبره نهفته است. اما یک چیز قطعی است. هر کس وارد مقبره توتنخامون شد دیگر هرگز مثل قبل نبود. زیرا بعضی درها وقتی باز شوند، دیگر هیچ وقت بسته نمی‌شوند. با تشکر، بدرود.